Assalom ustod. خوب امید سلام حالا هم فراموش نکرده میبخشید شما یکدیگر رو میشناسید؟ میشناسیم بس خیلی خوبه میشناسیم شما مده کار داری زرین من از تو سوال دارم والدینی تو در ولادیوستوک؟ بله. من خلال نمیرسم بله. اگر شما فهمیدنی خواهید که اصل من از کجاست من برای شما میگویم. پدرم تاجیک از ارجنکیدزه بود. ارجنکیدزه بود؟ نامش مراد؟ بله. موی سرش سفید؟ ها. شما او رو میشناسید؟ چرا نشناسم 17-18 سال قبل از این وی ملک را ترک گفت وی دادر من است و آن جوان زیبا که نمیدونم چقدر باهای آشنایی پیدا کردید بیشتری اوست. چی؟ نفهمیدم. مدیتر فهمونه؟ این کار دیگر آدیگی و مرکبی ندارد. اگر تو دختری مراد باشی وی پسری اوست. امید پسری اوست. Я не поняла. Еще раз объясните. Да, дочь. Умеет твой брат. Нет. Зарина! تو چی گفتی؟ چی گفتی بودا؟ برای چی فقط من پرابلم میکنی آخه در وقت شما رو گردوندی کو امروز با شما بخت میافتم در همه جام خلال میرسونیم آخر چی؟ من تو چی بدی کردم؟ تو همه کم میشمی امید تو این دختر را چگونه میشناسی؟ این دختر عروسی من است بین تو نگان چی بود؟ کارت چی؟ اگر ما کم نمیبودی سر یک تیرت میکردم امید بین تو نگان چی بود؟ خیر بچی روش کن زرینا فرزند پدری تو میشود خواهری تو ما هم خونیم میفهمی؟ چی گپ شد تنجی هستی؟ بیرون برم خیر منم گناهکار نبودم ولی خودم را با سور میخوردم و عجب گپ میزنی در دوام این قدر سریسو نتوانستید که اقلا یک بار مناسبتتان رو برقرار سازید. جهد کردم جرأت نکردم جوانی قد بلند شده است افسوس که به کریمینال مشغول است چی؟ در کوچه کلان شده میخواستید که علیم شود؟ با من نغز گپ نزد میگویم رفته خبر گیرم لیکن شر میکنم دیدی زمین تقدیر به ما چی کرد خداوند به ما عشق داده علنگش دراگیری خداوند
چی گناهی کردم؟ ای کودکیم همیشه در عذاب. نخواد که من سینه اوچم همینقدر سخت گزیده باشم. نمیدونم کدام حرفا را یک جا کنم که سخن تولید شود و هر دوی ما تسکین یابیم. خواست خدا بود. اگر نه روسیه کجا بود، تاجیکستان کجا؟ هزاران تاجیکان در آنجا اویلا بنیاد میکنند و کسی را چنین تقدیر نبوده. آرام شو زرین. پروردگارا از ایمان دور مکن، شفای کامل ده. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل محمد و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین آمین. الله اکبر. در این دنیا قریب که هر دو بری رویم سیاه شده بود. مرا ببخش که خفت کرده بودم. دنیا مثل دا است. دا این تخته است که کودکان در آن می نویسند و پاک می کنند. و درستی خدا داناتر است و رجوع و بازگشت به سوی اوست. در این دنیا یگان کاری نموند که نکرده باشم. هر که نفس خود را کشت ربی خود را یافت. هر که نفس خود را یافت ربی خود را یافت. من نمیخوام که در نزد خداوند شرمنده باشم. چیکار کنم؟ سری که در سجده نیست از صفچه به نیست. در راه حق مرد باش. در مردی فرد باش و با دلی پر درد باش. ناامید مباش امید جان. تشکر. تا من رفتم امید جواب دادیان. چلی جواب؟ میگن پیش خواه کو؟ میتونه زنگ زده انیق کنین. دختر گفت که احوال سوشه. امید خواهش کرد که جوابش بتن. نیست و نابودش کن. سلیم برای بابای ملا را بگو که مجتمع پر تعمیر میکنم. بعد سگر خانه ده همه پولای وعدگی را برده بتشون. خوب شده.
بچه‌ها را جواب ده. مانشان برواند پی کار خودشان شود. اگر تو بخواهی همراه ما بمانی مایلش. ما اول ایت میندار بودم. میندار میمانم. بعضی کارو را میخوام انجام بدم. انا بعد پختچی نیدم میگذاریم. یادا تابه اومدم سوزی براتم بچه چه خیلی شما؟ هم اساس؟ چه خیلی که با ما معلومه طول 2 ماهی که فعالیت کاری ما عموما قطع شدگیه حالا که یک چند نفری ما را ترور کردم شف گفتن که اگر کدام که طاقت داره خواهش داره مرحمت با ما روشه کدامی که نداره ما پیش روشون نمیگیریم ای پی زندگیشون شود با همه فهمو مالک شو خط احتیاط کن سروسیما نشوید. شیخی عرب رو انتظار میشویم. چند نفرند؟ 10 نفرند. یکم شیخ عرب آمد. سلام علیکم. و علیکم السلام اهلا و ورحمة الله. سهلا. اهلا بك اهلا. أين الأفعى؟ نعم نعم الأفعى. ماذا تفعلون؟ أنا مواطن عربي. لا تستطيعون القبض علي. اتصلوا بسفارتي فورا. فورا. تو میدونی چیکار کردستی؟ میدونم. تو نقض میدونی چیکار کردستی؟ نقض میدونم. همش از روی قانون. کدام قانون؟ بعد میفهمی. گوش کن. تو حالا جواب میدی. حتما جواب میدی. مایلش. زرین امروزم با کشم میخوریم. از برنج. اما برنج آش کنی نمیشود؟ نمیتونم. امروز چی نقشه داری؟ امروز انتخاب دارم. میخواهم پیش از مهلت سپارم. مادرم رو یاد کردم. و این مصیبتی که به سرم آمد شاید در آنجا از سرم دور کنم.
به مسجد آمدی. خوش آمدی. میدونی خداوند در قرآن چی گفته است؟ ای مردم، نیکی آن نیست که شما رو به سوی شرق یا غرب در حال عبادت باشید، بلکه نیکی این ایمان واقعی شما به خدا و انجام عمل خداپرستانه شماست. سوره بقره آیه 177. تقصیر. یک دعا میدادید. سفری دور دارم. خدا از ایمان دور نکند. خدا در پناهش نگه دارد. سفرت به خطر باشد. به مراد برس. برای رکشایش کار. آمین. تشکر تقصیر. خوش آمدی. یک چند روز پیش رفته بودم. اوه سرد شمده. میشه یک 2 هفته پس. خیلی میبینیم اونی. بهترین خوب مایلی. شیف دیر نکردیم؟ نه. زارین مورد آیه رپورت این چیز زورای. سلوسی من شوال و وقت داریم. باید سری قدم به سقیر خانه داریم. گب نیست؟ مایلش. زرین جان عصبی نشه. من خودم به امید میفهمونم که زرین تو رو خیلی انتظار شد. همه خیل کنیم. مرا فراموش نکن زرین جان. روز بخیر خانمان و جنابان، شما رو به هواپیمای خود خوش آمدید میگوییم. می‌نداریم که شرکت تاجیک ایر رو انتخاب نمودید. پرواز با راحت رو خواهانیم. Добрый день, дорогие пассажиры, добро пожаловать на борт. Спасибо, что выбрали авиакомпанию Tajik Air. Удачного полета. من میتونم بفهم برای چیزی که. Good day, ladies and gentlemen. Welcome Umid? to our airplane. Thanks for choosing Tajik Airlines. Have a nice flight. سلیم یک دقیقه. آخر من پول رو به مسجد ندادم کو. حاضر.